رانو رو پیش از مرگم ندیدم. سخن خیر بگو. انشالله نمیمیرم. و بیمارخانه میرویم. گپ زدن ممکن نیست. از دوستان تنها شما و یگیت موندید. رانو رو تنها نگذارید. پیش از ما الله است و مثل پیشینه در بینمان جا میگیری. خودت رو خسته مکن. چرا تونجه را نکشتم؟ چرا؟ کمان رسیدیم. چرا این خیل شده است؟ نمیدونم رانو، به خدا که نمیدونم. حالش چه خیل باشد؟ احوالش وزنین بودگیست. وزنین می بوده که نجیب می گفتند. خدایا خداوند مدد کن. امیدم به تو. آخر همه این چرا به سری ما می آید؟ دوالمند رس بدحلی من. دخترم کمی صبر کن. اول رفته بینیم. میدانستم دلم گواهی میداد. فهمیدم که ناخوشی روی داده است. آروم شو رانو. به طرفی راست گرد. مایلش. آیسته تر احتیاط کن. زودتر. تیمور و تو چی شد تیمور مرا تنها نگذار تیمور من میمیرم. این خیل نگو تیمور تو زنی با غیرتی. به من هم میتوانی. چی شد سرکمیسر؟ تیمور را پراندند. ناز نشد. زودتر احوالش بد است. تیمور دقت کن تیمور التماس. کاشکی مرا در این احوال نمیدیدی. التماس خیل نگو تیمور. تو زنده میمونی. رانو فکر نمی کنم. حسی عجایبی پیدا شده است. مردنش آدم میفهمید است. خدا یارت مرا ببخش. التجا میکنم خداوندو. خدایا خداوندو. خدایا مدد کن خدایا. آروم شو رانو. تیمور گفت که تو دختری با غیرتی. خودت رو به دست گیر. گفتید که تیمور رو با آسانی میگیریم. گفتید که با او هیچ چیز نمیشود. همین است عملیاتی عادی گفته‌تان. رانو التماس. نمیدانم. در اصل همه کار خوب میرفت. به این هم دایما خوب میرفت. مادامی که خوب بود چرا شوهرم آغشته خون؟ چرا در میز جراحی؟ چرا؟ رانو آروم شو دخترم. گناهی آنها چیست؟ رانو بیوشین آروم شو. درده مرا کی راز. من میخواهم دانم این کارو کی کرد. به من بگوید کی کرد این کارو بگوید. من میخواهم دانم کی کرد. یگان کس تعقیبمان کرد؟ نه سردار، همش رو گذاشتیم. زود درها را محکم کنید. کسی به هیچ کجا نبراید. حالا هم ما را میکنم. دو پلیسی خر را به قتل رسانیدم. تو خوب احمق بوده ای. بیهوده همه جا را پر از خون کردی. یگان کس را کشتنی که شدی آرام نکن. دیوانوار به هر کجا خالی نکن. آخر آقای فرخ، به اجازتی من کسی کاری نمی کند. من مرگویم میمیرد. اجازتی هم زندگی میکند. فهمیده؟ آقای کبوتر. لبای سردار. همان پلیس نامش چی بود؟ خیری. تلفن خیری را به من ده. زودتر. تونجر شخصی از اعضای نشه جلابان. نجیب او در حبسخانه نبود؟ نه، تونجر یک چند روز پیش از حبسخانه گرفته است. تیمور را به ماشین سوار میکردم که پراند حرامی پلید. چرا چشمت رو میگریزونی؟
وجدانت عذاب میدهد. شوهرم رو دیده و دانسته بر از آنها سپاریدی. رانا تو چی میگویی؟ تیمور در حال ادای وظیفه بود، تو خود میدانستی. حلیمه هم در ادای وظیفه بود. رانا، حلیمه را چرا مثال میاری؟ این چه علاقه دارد؟ او شخصانی خواستش رو میکشد و شما تماشا کرده میشینید. رانا خودت را به دست گیر. چرا خاموشی یگید؟ آخر گپ زن یا اینکه وجدانت ناراحت است. رانا، گویا که تیمور را من پرانده باشم. تو چرا این خیلی گپ ها میزنی؟ عین حال هممون سخت عصبانی هستیم. این لحظه برای هممون حساس خود را باید به دست گیریم، وگرنه شیطان از این وضعیت خوب استفاده میکند. لبیکه بله، در بیمارخانه خیلی وزنین است. جراحی کرده ایستودند. خوب، من به شما زنگ میزنم. چی شده است؟ جراحی دارم. آقای فروخ آمدن. خوش آمده سردار. خوش آمدم و یا نه آمدم میبینیم. مال تیار است. ببینیم. شما مرا مسخره میکنید ها؟ همشیره به خون گروهی به منفی احتیاج داریم. حاضر در بیمارخانه نیست. من زود به دیگرها خبر میرسانم. لازم شود اعلان میدهیم. چی شد همشیره؟ با بیمارخانه به منفی لازم. خونی خیلی هم کم یافته است. حاضر در دست نداریم. نجیب خونی تو هم از همین گروه هست. من از همین گروه هست. من میدم. اول خونتان رو سنجیم. با من گیریم. قدرت خداوند به پایان است. حکمتش را تنها خودش آنا دیدی میداند. یگان جای آمدی ترس کار نیست. را کمی بین. دیگر صبر کن. شکر که اکای نجیب همین جا هست. گوش کن، سلاحت را پرتم. فروخ دکانی خوبه شده ای. پر را پیشکی میگیری بعد که این گفته آرد میدی. آرد؟ چه خیلی آرد؟ تو چی ها میگویی؟ گیر خودت بین. نجیب که این گفته به ما آرد داده است. این چگونه کار است؟ جزایت را میگیری؟ این مالت رو به یگان نان پا بر. چای پولیتون میشود. تو چی ها میگویی؟ کنی روید از اینجا. این قدر آسان نیست. پیش پرداخت چی میشود؟ 500,000. البته چارش را میبینیم. پولی مردم را گرفته و عادت خواب کردن نداریم. آن طرفش رو نمیدانم. کار را یا حل میکنید و یا به 9 انگشته میرسانم. سردار چارش را میبینم گفتم. بچه هایت را گیر از اینجا رفت. اگر باز یا خطایی شود سلاحتان را گیرید. نمی شود. حل میکنیم.
رنجی برادر معلوم می شود مسخره داری. نباشد وقتی مسخره بازی رسید. چی شد دکتر؟ چی شد؟ افسوس بیمار رو نجات داده نتوانستیم. چی علاج؟ خدا رحمتش کند. هر چیزی از دستمون آمد کردیم. میبخشید. سلامت باشید. رانو جون. غمگینم رانو و مثل تو من هم غمگینم. وعده داده بودید که رسوق سلامت میارید. از دستمون اومده رو کردیم. از دستتون فقط همین آمد. همین. تیمور مرد. مرد. خدایا تیمور به خاطر من بود. به خاطر من. به خاطر من. سرکوی سر خوب هستید؟ خیری منو تنها گذار. تنها گذار. التماس میکنم یک بار دیگر رویش رو ببینم. التماس میکنم. جانم. التماس تیمور. تیمور آنها به تو چی کار کردم تیمور؟ نامردها شوهرم را کشتید. شوهرم را دیدم و دانستم و مرگ نمون کردم. نامردها سردهید نامردها شوهرم را به مرگ روان کردم. کلمه یگید کجا؟ رانو
با قدر یگید من هم گناهکارم سرداری گروه منم جان کنی مرا جان کن دوستانی با من دوستان یکی تونچر رو به سرمون آورد جوابش رو میگوید او چی کار کردنیست؟ نجیب همش با عیبی تو شد همش با عیبی تو شد تیمور با عیبی تو کشته شد با عیبی من شد رانا تو چی ها میگویی؟ تونچر به تو قصد داشت لیکن تیر به حلیمه رسید اکنون تیمور هم کشته شد رانا تو آخر چی ها میگویی؟ مگر در مردن حلیمه خودت را گناهکار نمیحسابی چی دروغ است مگر بگوی مگر حلیمه با عیبی تو نمرد تو قاتل آنهایی یگید یگید را یافته همه اینها را یک به یک میخورانم خاموشی است گناهکاری و زوری میکنی یگان جا نمیروی آنها روی راست ما را مسخره کردند حاضر در همه جا ما را جستجو دارند پس آنها غالب شدند نه لیکن چی کاری که میکنیم به گفته من میکنیم یا گفته من را میکنی یا دفع شده میروی از آنی که در اینجا مثل کودکا در دست بازیچه گرفته ای رفته قاتل را یافت رانا از حد زیاد نگذران این را برای آن دادند که چون کلید مانک استفاده بری بس کن رانا عیب است کاردار نشوید آنها مردهای ما را کشته ایستادند تو باشی تماشا میکنی بس از رانا تو چی خیل پولیس هستی وطن رو همین خیل محافظت میکنی بس گفتم تو فکر میکنی که من خودم رو عیبدار نمیحسابم از روزی که حلیمه مرد هر روز هر ساعت به خودم میگویم که کاش بجایش من میمردم لیکن از دستی من چی میآید چی کنم فکر میکنی که مردن تیمور را میخواستم افسوس که پشیمانی سود ندارد تونچر حالا هم در آزادی گشته است ولی تیمور مرد اکنون نوبت کیست نوبت اکای نجیب یا نوبت تو رانا بس شد با این عصبانیت کاری حل نمی شود التماس داد فیقان رو خاتمه بخش سردارم نان تیران کشد دلش را خالی کند حاضر وقتی بحث نیست وقتی دستگیری یکدیگر است بیایید یک جای رویم شما با ماشین شینید من چیزها رو گرفتم یادم دخترم بس کن گریه رو دیگر از دستمون کاری نمی آید وقت که رسید
هممون از این دنیا میرویم. Kapayı huner. Örü okurun bu. Dide de tavonistam. رانو اما که سوها کجاست؟ چرا نامدند؟ دیشب خارج رفتن. یک دو ساعت پیش زنگ زدم. گفتن که کوشش میکنن که برگردن. زنگ میزنم. لابای پدر. بایلر. خاطر نشوید. اکای نجیب باپای هنر همین جویم. بایلر. خوب. آمده نمیتوانند. ای خدا چرا این طور شد؟ نامدی کار. نجیب چی خیل شد؟ تیمور رو چی خیل پروندن؟ تیمور نزدیک بود. آن وقت من بیهوش بودم. نفر مرا در پشت سرم زد. افتیدم. با خود آمدم پس. تیمور آغشته خون دیدم. عجابت کارم این در آنجا بودن مرا کسی نمیدانست. کی آمده از عقیبم زد نفهمیدم. یگید زیق نشو. تو یگون عیبی نداری. رانو از علمش همین طور میگوید. درد حقیقت را پدید می آورد و بعد آن حقیقت دیگران را به درد می آورد. لبای؟ در رو زدم نگشودید. چراغ هم خاموشند. من تو را تماما فراموش کردم. ببخش. من حاضر می آیم. من همینجا انتظار می شوم. حضور دادات هم می آید. سردارم من باید بروم. دایه فاتح را در انتظار کردم. مایلش. تا پگاه. هم از مال محروم ماندیم و هم 500,000 دلارمان به باد رفت. بغیر از این چند آدممان مرد و چند نفرمان دستگیر شد. فرخ کیست مسئول این کار؟ شاید با تو باور کرده خطا کردم. در نقشه همون کمی خطا رخ داد. تنها همین. پلیس های سری را خلال رساندن. لیکن این اشتباه 1,000,000 دلار ضرر آورد. پلیس خودش کیست؟ قانون کشور ما هستیم. به قانونی هم پلیس هم ماییم، راهزن هم ماییم. راست میگویی سردارم. خواهیم کشور رو تقسیم میکنیم، خواهیم میفروشیم. حجت ها در دست ما کی کاردار میشود؟ آخر سردارم این پلیس ها فرق میکنن. محابات نکن. خیلی دیگرن. آنها 3-4 پایلوچی معاش خورند. همه ارزش خود را دارد. کسی که قیمت خود را نداند خطش میزنیم. انا داداد آمد. ببخش خیلی انتظار کردم. هیچ گپ نی. فاتح من چه خیل است؟ شیر بچه من. دیر نشده من روم. اگر خواهی من برم. نه زحمت نکشید، به اتوبوس می روم. شبتون خوش. تشکر. شب بخیر. بیا بیا شیر بچه من بیا. بیا جانی دادا.
پسر جانم. وازیر بیا شیر بچم، بیا جانی دادا، بیا. آرام شو بچه جانم. فردا تو هم کلان می شوی. آینده این کشور چی می شود خدا می داند. به شرفان می خواهند مملکت را غارت کنند. مدرس، حلیمه، تیمور در پیش چشمانمان رفتند. من هم مثل آنها با سرم یک تیر زده به خواب ابدی روم. خدایا از چنین زندگی بیزار شدم. تنها کافرها ناامیدند. تو؟ نجیب را پیش همی شناختم. شخصی است که در کارش جدی است. خریده نمی شود. این گید هم بسیار عجیب است. او یک دیوانه است. چه همین دو سه پلیس شما را ترسان؟ من وزیران را، دپوتاتان را، روزنامه‌نگارها را در گردنشان حلقه آویختم. تو باشی از پلیس سخن میگویی. دیگر گپ نیافتی. زود رفته کار را حل کن. همه نرخ دارد، همه ضعف دارد. سردارم افسوس، این شخصان یگان پهلوی ضعیفی ندارد. زن، پول، خانه، استراحتگاه. اینها یک نسل عجیبند. 3 تنگه معاش میگیرند و اما به این کار سرخم نمیکنند. از قاعده دویمی طلایی را به کار بر. پلیسی که رشوه نمیگیرد باید مراد. فهمیدم سردار. لیکن همین یگیتی گفتگیتان خیلی تون میجاز است. همینش رو دانستم که سر هیجان است. رگ اساسیش رو باید دانید. خوب میشد که اگر با ما کار کند. خیلی دشوار است سردار. خصلت وطن دوستداری و صداقت دارد. آن طرفش رو به من گذار. شما قابلیت کار کردن را گم کرده اید. دادن پول را که دانی همش خوب می شود. ما بسیار وطن دوستان را دیدیم. جورا جان، تو؟ ممدو دوستم باز با مثل خیزر به دادت رسیدم. برادر جان، بیا گذرشین. کجا شدی برادر جان؟ تماما ناپدید شدی؟ تیمور شهید شد، خبر داری؟ بله، حلیمه رو هم میدونم. خدا مغفرتش کند برادر. تماما حیرانم. کسی که به من دست دهد و همدم شود به بلای گرفتار می شود. این چی تاله شب نمیدانم. جورا، موجت رو ایواز کردی چی؟ میبینم که از شبکه دویم حرف میزنی. ممدو از بسیار چیزها بیخبری. میگویم که سری خاکم را گرفته برایم و با یک تیر کارم را تمام کنم. اما این کودک پیش راهم را میگیرد. هر شب حلیمه به خوابم میدارد. باز تیمور علاوه شد. من در برت میشوم دوستم، نترس. اول خداوند بعد من. از عهده همه کار میبرویم. آقای فروخ چخیل گذشت. یک دنیا گپ شنیدم. میدانی چی؟ اگر کاری نادرستت را بینم سرت را میگیرم. خاطر نشو آقای فروخ. کلف خطاگیم را میپردازم. باور کنید حیران میشوید. من چی میگویم و این چی میگوید؟
این دفعه وضعیت دیگر است. این جنگ دیگر جنگ است. اینها 3-4 کودک نیستند و مثل دولت در دولتند. نامرد و بیشرفند. ممدو سخنی گفته اتروبین. گروه تیار کرده اونها از گروه ما پرقوت‌تر است مگر؟ آخر ما آنها را با چه عذاب‌های دستگیر میکنیم؟ آنها به حضور از محبس میبرایند. مسخره آنها چیزی نیست دوستم. همه‌شان متحد شوند. هم نامردند. ما مردیم. جسوریم. در کجا دیدی که شیران ایستاده باشند و شغالان رئیسی کنند؟ خوب گفته دوستم. شغال هیچگاه شیر نمی شود. و جنگل قانونی سیرک را جاری کرده‌اند. شیر را در قفس کردند و به او درس شغاله میدهند. در نزدش عکس گرفته به او پیسته و چارمغز میدهند. وضعیت چون این صورت گیرد دور شغال و سکا می شود. جورا جان این سخنو بتونه میزیبد. ممدوح به یگان چیز اعتمادم نمانده است. نه به پاریس و نه به قانون. بیا عزیزم بیا. یا بار خدایا بخشیدم ثواب و ثمره آیت قرآن عظیم الشأن را بر روح پرفتوح فخر کائنات سروری هر دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و گذشتگان اهل این مکان این دعا را یا ربی آمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. خدا جای همه‌تان را جنت گرداند. رانا خانم در این روز ماتم چی گفتنی داره؟ چی گویم؟ اگر قاتلان شوهرم خاطر جمع شده باشند خطا میکنند. همه‌شون در نزد قانون جواب میدهند. همه‌شون. پیش روحی پاک از شرمنده و خجالتم ببخش. قاتلت را دستگیر کردیم اما از دستمان گریخت. برای کشتنش اجازت ندادند. تیمور هم شهید شد. باز کاری کردن نتوانستیم. مرا ببخش حلیمه. بچه اپای حلیمه در همه جا خوب است. بچم تو هم به روحی آنها فاتحه خوان. آمین. آنها بی‌پروایانه خاطر جمعانه سیر و گشت کرده گشتند و تو باشی یک نزدیکانت را به خاک میسپاری. رانا تو چه ها میگویی دخترم؟ اقلا در نزد قبر حلیمه نگوی. مگر دروغ است اپا؟ نگاه کنین مثل کودک میگرید.
فضل پرید شرم دارد. دولت با آنها بیهوده سلاح نداده است. ما جانمان را به آنها امانت میسپاریم. اگر کار کرده نتواند سلاحش را سپارد. رانو بس کن. یگید خیز را خیز رفتیم بابا. رانو بس است. یگید رو بسیار اذیت دادی. اما به خانه رفتیم. اثری بزرگ شده است. شوخی به شوخی بسیار آدمان را به آن دنیا فرستادم. حداقل بعد مرگم اثری میگذارم. در مکتب ها ناموزندم. باکی نه. خیری تو اپاد و رانو رو برده رسون. شما روید. من کمی پیاده میگردم. جورا جان با تو کار دارم. تو با کجا؟ خوب تو رو در شعبه با میخوریم. مالش. بچه ها چخیلی که شما خبر دارید ممدو در استخبارات ادای وظیفه میکرد. از این پس کار را با ما دوام میدهد. حاضر رو درباره فرخ و کبوتر به ما معلومات میدهد. مرحمت ممدو. تشکر سردارم. برادران اولا میخواهم که دانید این آدم ها گروهی خرد نیستند. از نشجلابی تا سلاح، از قمار تا آدم فروشی در همه جا آدم های خود را دارند و مثل گروهی تروریستان برای رسیدن به هدف خیش به همه کار دست میزنند. دستانشان دراز است. بله سردارم. کارشان تنها با این محدود نیست. گروه های خرد جنایی هم از آن هاست. دزدی، تنفروشی، مرکز های دلخوشی. خلاصه آنجایی که پول هست آنها هم هستند. میلیاردها دلار را جمع کرده در کارهای افلاس سرپرستی میکنند. ایستا بگویم! ایستا! حاضر
حاضر مغزی سرت رو با چهار طرف پشت دهم ها؟ گپزن چرا دزدی میکنی؟ اگه التماس التماس شدم گپزن چی در داری؟ چرا دزدی میکنی؟ ای شرم نمیکنی که پیرزن رو غارت میکنی ها؟ برای چی؟ شرم نمیداری؟ بس کن آشا برو با ماده احمق حاضر کشمت ایست نجوم سلاحت را پرتاب دستانت را بردار به شما دهم چیکار میکنید؟ گپزنید با اون طرفش کارت نباشد به حاکم میدیم جزایش را میدهد بله به حاکم به سود میدهید به شما گویم که بعد چی میشود به سود میدهید سود هم میگوید که خیر جوانی کرده است این کارها میشود او را جواب میدهند بعد یک هفته در گوشه راه پیرزنی را در شکمش کارت مییابیم برای چی گپزن برای 3 تنگه آدم میکشد برای 3 تنگه همشهری مشکلی ایجاد نکن مشکلی را با شما من ایجاد کردم اگر من نمی بودم این دوست کیهان گریخته بود کی میداند برای کدام گروه کار میکند امروز دزدی پگاه جنایت پس فردا باز ترکیش ها با چیکارهایی میکند خدا میداند خدا دیوانه شده ای روز پیشم سرم را در بلا نما دیوانه هم کردن پران مرا همه شاهید است ندرس پران مرا سرده من هم کاری خوب میکنی التماس پران میگویم همشهری از برای خدا براحت رو التماس یک تیر زن التماس مرا گران کردی کی هستی تو مرحمت بخوان ببین چی نوشته شده است ببین سرکمیسر یگید گلدوزاد سرکمیسر ببخشید لیکن شما خوب هستید از این خوبتر مگر می شود پیش را رفتیم پس این بالا رو چگونه رفت میکنیم؟ سردار گروهی مخصوص آماده میکنیم و مثل زید سوختار یعنی آتش را با آتش خاموش میکنیم ممدو تو هم از دایره قانون بیرون نبرو ما آدمان قانونیم و مثل گروه های غیر قانونی گروه بازی نمی کنیم میفهمم سردارم لیکن باید اسلوب های تازه استفاده بریم تا موفق شویم گفتم که نمی شود ما پلیسیم از قانون بیرون نمی برایم اگر از قانون بیرون برایم با مثل گروه های متشکل به دولت تنها ضرر می رسانیم و خلاص مرا ببخشید سردارم به شما گپی دارم بیگانه نیستی تا هم همراه شو اینطور باشد من هم اشتراک میکنم این همه رو چکر فهمیم سلاحم و حجتم دیگر لازم نیست به این هم فایده ای نمی بخشد استعفا میدهی مگر؟ نه کاری دیگری را سر میکنم چی؟ کاری دیگر سر کردنی هستی؟ میخوای یک تازی کنی؟ تنها میخوای عدالت جاری کنی من فکرم باز لباس مخصوص هم میخوایی یعنی با لقاب مخصوص میگردی ها؟ سردارم چه ها میگویید؟ سرگرم نزن سلاحت رو گیر جنایتکاران رو دستگیر میکنیم و با یک زنگ تلفن جوابشان میدیم حتی از حبسخانه هم به مشکلی فرار میکنند بس است جوره کارو نو سر میکنیم شما بازی کردن گیرید من دیگر در این بازی شریک نیستم چه بازی بوده است؟ با قاعده های خودم قاعده های بازی دیگر می شود از این پس مثل آنها بازی می کنم یگید بچه ها در این طرف مجلسگاه شوبه جایگیر شده است این کس سرکمیسر یگید اینها کیه؟ سرکمیسر اینها طالب علمان اکادمی پلیسند تجربه آموزی آمدند حالا که دیر نشده است به خانه برگردید پلیس شده چیکار میکنید دولت را حس میکنید بهترش نشه جلابی کنید دخترها را فروشید اغواگری کنید غصب کنید هم صاحب پول و هم صاحب اعتبار میگردید خوش آمدید بچه ها یگید صبر کن و تو میگویم یگید صبر کن جوره ایست از برای خدا اکی گفتم یگید صبر کن یگید لبای سردارم لبای چی میگویید؟ خوش چیکار میکنی؟ خودت تنها رفته همه آنها رو به قتل میرسانی لازم شود ها اوه میکشم
چی فکر میکنی با تو ستاره میدم؟ پس تو از اون حیوان ها چی فرق داری وقتی به قانونی میکنی؟ راحت میکنم. این وظیفه رو برای تامین نفسمون ندادن، برای فدا شدنمون دادن. من هم خودم رو فدا میکنم. شما در اینجا با کتاب‌های قانون پرونده ها نویسید و در اتاق ها نشستن گیرید. راست میگوید، از روی کتاب میگوید. من هم فکرم. میخواهم مثل سرکمیسر یگید باشم. من تو رو میفهمم. درد داری. من هم مثل تو میسوزم. فوری حرکت کرده میخوایی. شیطان همه وقت شتاب دارد. گیر سلاح گیر. نزد شما آمد. در تابوت هم میگذارید. باز فراموش کرد چی؟ آقای گیر کشایید. دایم همین خیل جانکم. پدرت کجا شد؟ پدرش در همین جاست. بیا با آغوشی دادت درو. تو کی هستی؟ دیوانه؟ دایی میخواستم کودکی داشته باشم. قسمت نبوده است. سرده! درشو. حاضر با پدرش زنگ میزنم. این کودک باز دیوانه شد. مثل بقایی که سرخی را دیده است و کجا زدنش را نمیداند. آخر یگید را میدانید. فعلش چنین است. از دوره دانشجویی همین خیلی بود. باز یگان دیوانگی نکند. من او را 5 هم بری میدانم. یگان دیوانگی میکند. سردارم او را با من گذارید. علاج یافته آرامش میکنم. میلش رفته یاب. همه کار رو بکن. احتیاط باش. چشمت را زوم مکن. در میانمون مش بچه هست. با دقت باش. سردارم چه ها میگوید؟ بعد گپ میزنیم. حاضر رو. یگید رو یاب. اطاعت سردارم. دمت رو گیر. حرومی. کودک را ده میگویم. در رو کشا. کودک را ده. با پدرش گوی که از زندان سلام گفتند. خودش میفهمد. با اجازتی شما. در رو کشا. شده را. در رو کشا میگویم. ده کودک را. کجا میبری کودک را ده. چی کار میکنم؟ با پدرش چی میگویم؟ سرکمیسر مرد از این کار که ها پیاده. باز دروغ میگویی. این را به کسی گویی که تو را نشناسد. من وقتی بیهودگویی ندارم. به من سلاح لازم. من از کجا سلاح دارم؟ برادر سفسطگویی را بس کن و سلاح را زودتر برار. برای دستگیر کنی نآمدم. حجت هم ندارم. من دیگر پلیس هم نیستم. زودتر یا بس کجایی که نباشد. مبادا مرا دستگیر کنی؟ نترس هیچ گپ نمیشود. زودتر. اینها در یگانجا ثبت نشدند؟ نه. تیر هم ده. 2 قوطی 50 تیره بس است.
M65 هم در کار می شود. در روی درم سلاح شکاری نوشته شده است. توبه خدایا. در روی درت سلاح شکاری نه یا انبار سلاح نویسی بهتر است. تیرهای مخصوص داری؟ خوب میشد اگر برای خوک وحشی باشند. حالا در ما خوک خیلی زیاد شده است. بگیر این پولها را. من تو را ندیدم و تو هم مرا ندیدی. فهمو؟ من این کار را 40 سال است میکنم و تا حال کسی را ندیدم. خیلی خوب. سلامت باش. با پدرش چی میگویم؟ با این سبیل مانا تلفن کار نمیکند. ای خدا جان، مرا پدرش میکشد. ای خدایا. با شما چی شد؟ مرد بچه ایگید را گرفته برد. فاتح را؟ تو از کجا میشناسی؟ من همکار ایگیدم. توبه. چه گرفت؟ مرد رو دیدی؟ رفتیم با من. زود به شعبه میرویم. اینش باز چی؟ کالا یگید. کالا یگید؟ تو دیوانه شده ایتون چر؟ با من مسخره بازی داری؟ آقای فرخ، این کودکی یگید اکنونگی در دستی ما. برای کودکی آمد کالاش رو من میگیرم. مرا گوش کن دیوانه. باز هم حبس خانه رفتن میخواهی؟ حاضر تو را کشت همینجا گر میکنم. آخر آقای فرخ. چی آخر؟ رفته کودک را در یگان جامان و تلفن کن گیرن. با ایگید کتاب و کتاب نداره مگر؟ آن را تو نه، من قرار میدیم. سرداران نقشه عجیبی برایشان دارند. تو میفهمی؟ حاضر گم شو. بیا رفتیم. سرداران نسبتش نقشه دارند. آنها نقشه داشته باشند من هم دارم. فرصت تا پیشی پایم آمده است. فرصت را با پا زدن احمقی است. نشد گریخته میروم از اینجا. یگید را نمیمانم زندگی کند. همین کس دزدیده است؟ خودش گفت که به ایگید بگو که از زندان سلام. خودش میفهمد. معلوم که قاتل حلیبا و تیمور است. خدا کند که پیش از یگید او را یابیم. این خوب نشد. یگید خودش مثل بمب شده است. اگر این را شنود تونجر را میکشد. چیکار کنیم سردار؟ یا یگید را و یا تونجر را پیش از یگید باید یابیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا сардорам телефонаш тамоман хомӯш аст. инаш намерасид. он қадар даводаве ки аз ақиби йигит мекунам, аз ақиби гунаҳгорон медавидам, айни ҳол Истанбул шаҳри бехатарини дунё мешуд. сардорам бояд ҳар чӣ зудтар равем. ба куҷо мерафта бошад? намедонам, лекин бояд ӯро зудтар ёбем. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره خوش آمدی یگید. مرحمت دارو. نه نمیدارویم اپا. با رانو 2 دقیقه گپ دارم. دارو گپ زن آخیر. التماس اپا او را اینجا دعوت کنید. یگید تو رو دیدن میخواهد. در اومدن گیرد؟ گفتم نه آمد. إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا چی میخواهی؟ 1 دقیقه. کم و مختصر میگویم. من به جستجوی قاتل حلیمه و تیمور میروم. ممکن دیگر نمیبینیم. مرا ببخش. اکنون قهرمانی رو سر کردن میخواهی؟ این دفعه عزم من دیگر است. قاتل رو رفته یا قهرمانی فقط در سخن است؟ اپا اونها درباره چی صحبت میکنن؟ نمیدونم. یگیتی بیچاره رو نرنجاند. الو؟ یگید را نمیابم. به خانه آمده باشد. در همین جاست. با رعنا صحبت دارد. چی شد نجیب؟ چخیلی که نباشد کمی معناش کنید. ما در راهیم. زود میرسیم. مایلش فهمیدم. نجیب گفت که یگید را نگاه داریم. به زیر زمین در آید هم میابم. خونده های حلیمه و تیمور را حتما میگیرم. خیر تا بازدید. یگید بچم به کجا میروی؟ بیو کمی شین. کار دارم باید روم. یگید می در آمدی؟ بعد می آیم. خیر تا دیدن. ای خدایا توبه این بچه به کجا می رود؟ تو هم او را بسیار می رنجانی رنا. من با او هیچ چیز نگفتم. خودش به خودش سفسطه گفته ایستاده است. او دیوانه است. با او هیچ چیز نگوید آخر. الو خوش چیکار کردید؟ یکی دالم در اونجا؟ نه حوزی رکک برآمد. چرا کمی معناش نکردید؟ چند مرتبه گفتیم که ایست گوش نکرد. چیکار کنیم نجیب؟ یگید برآمد است؟ بله. برآمد. خدایا دایا باید فاتح رو می آورد. فراموش کردم.
ای خدا باز چرا دست نارس است. کجا اینقدر سراسیمه ای؟ حاضر میرویم. سردارم انا اونجاست. خاموشی است. خدایا توبه. سردارم شما در اینجا چیکار دارید؟ ها؟ و تو خبری بده داره میگید. یک لحظه صبر کنید. سردارم چی خبری بدی هست؟ باز یکون شوم خبری دیگری هم مانده است؟ تونجر چی؟ فوتی را دزدیده است. سردارم شما چی ها میگویید؟ شما چی گفتنتان را میدانید سردارم؟ شما میدانید که چی ها میگویید؟ از کجا میدانم که پلیس هستید؟ یک لحظه طاقت کنید ما پلیسیم. پلیس در پیشانیت نوشته شده است. مرحمت. سردارم قسم میخورم که این دفعه او را میکشم. گوش کن. یک لحظه گوش کن. گیر این تپانچه و حجتت. یک جایم یا بمورم. فقط خود سرانه کار نکن. ما یک دسته ایم. تونجری حیوان، تونجری پلید، تونجر اگر تو را من به قتل نرسانم نامم یگید نیست، نامم یگید نیست. یک دقیقه صبر کنید آخیر. ما بگیر. حجتت را گیر گفتم. در کجاست؟ حال حاضر خبری ندارم. لیکن زنگ میزنم. یک جاییم؟ بله. یک جاییم. بس کن. از گیره تو سرم ورم کرد. حاضر در اخلاق میپرتایم. خاموش شو. بهترش کار را یک بار حل کرد. پدر و پسر را در یک جا گور میکنم. میم دو آنها را آرام کن. ماشین ها را به یک طرف گذارن. ممکن تونجر باشد. لبای؟ بچه‌ات مثل تو بوده است. گریه زار دارد. پیش پدر برگشتنش را حس میکند. از خرسندی گریه دارد. حرامی بودنت را میدانستم ولی از این زیادش را تخمین نمیکردم. این را بعدتر گپ میزنیم. امشب در نزد سمندر میبینیم لیکن عملی بیجا نکن. این مراتب تنها میایی. خواطر نشو. تنها روبرو میشویم. میبینیم کجا میگریزی. نصف شب ساعتی 12. نامرد. سردارم مرا تنها بیا گفت. نمیشود. ما هم میرویم. تنها رفتنات بیعقلی است. یک جاییم. فهمیدی؟ مرا میشنوی؟ رفتیم. حلیمه تو را از دست دادم اما بچه‌ام را هرگز. اگر او را هم از دست دهم دیگر معنای زندگی برایم وجود ندارد. قسم به نام خدا که او را از دست تونجر خلاص میکنم. قسم به نام خدا.
вай одам дар ҳақиқат танҳо рафта истодааст. хуб, корро осон тамом мекунем. агар оғои Фаррух беиҷозат кор карданамонро фаҳмад, хоки ҳардуямонро мебезад. йигитро як тараф кунем, кор осон мешавад. фаҳмидам. йигит дар роҳ аст, камтар пас ҳамин ҷо мешавад. фаромӯш накунед, ӯро ба ғайри ман дигаре накушад. захмдор кардан, задан иҷозат аст. инҷо гузар. ҳардуи шумо он тараф. шуд, фаҳмидем. ту боши ба он тараф. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. خیلی خوب فهمیدم. تنجر این سخنان آخرینت. وقتت را استفاده بر. در حقیقت تنها آمدنت را باور نمی‌کردم. اینقدر احمق بودنت را نمی‌دانستم. تنجر فراموش نکن که خدا هم تنها است.
پلیس ها آمدند گرفتن در کار. شغال ها شما هیچ وقت با عقل نمیشوید. ایست! تو چی کار کردی و به سلاح بود؟ سلاحش را میگرفت. جورا جان تو چی کار کردی؟ تونجر میگریزد. سردارم! بمدو با من بیا. تونجر کودک رو به من ده. با من گپ زن. این کار آنقدر آسان نیست. آواز از این طرف. حالا هم از پسی منی مرا میشنوی؟ بچه‌ت اینجا را بگیران. از ترسش همه جا را تر کرد. تونجر بیا مرد برین رو برای گپ زنیم. خاموش باش.
کودک را گذار. این هم از گریه‌اش سرم ورم کرد. سلاحم را هم پرتویم. از کودک دور شو. با خون افلاست او را آلوده مکن. مرد بر این گفتی. مرحمت وقتی میدان است. میبخشه. خطا را بر وقت رفت. آخر به سلاحم. مگر بگناه را پروندی وظیفه از دست می رود. اگر خبر نداری من از کار رفتم. من پلیس نیستم. پس کی هستی؟ جلاد. آواز از اینجا اومد. دال مرا زدی. شخصی به سلاح را پروندی. بله تو سلاح نداری ولی آدم نیستی تنجر. پروا نکن. مسئله سلاح را من حل میکنم. آرام شو بچه جانم. تو ذره‌ای هم نترسیدی. چی شد اینجا؟ سردارم تجار به لعنتی حق پیوست. فهمون با مویو یا این چی؟ گوش کن سلاح داشت میپروند. من خود را مدافع کردم. تو خود مطمئنی که خود محافظت کردی؟ سردارم یگان دلیل دیگری دارد مگر؟ بچه هم اومدن. سردارم فوته گرسنه است. بیاید زودتر از اینجا رویم. این حرامی را خودی مسئولان میبرند. یکی حرامی از خوکی وحشی هم جان سختر بوده است. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم